سلام عزیزان، من مارتین هستم، یک مشاور در خدمات اجتماعی که 2 سال هست به صورت حرفه‌ای کار خودم رو شروع کردم و امروز میخواستم یک سری از خدمات دولتی در ارتباط با سالمندان رو به شما توضیح بدم و اگر اطلاعات بیشتری خواستین یا اگر سوالی داشتین میتونید با سازمان ما تماس بگیرید. در این ویدیو درباره مزایای سالمندان صحبت خواهیم کرد. برنامه متنوعی هست که استانی و هم در لول فدرالی برای حمایت از سالمندان در کانادا در دوران بازنشستگی وجود داره. اولین مزایا OAS هست، Old Age Security یا هم امنیت سالمندان. این یک حقوق بازنشستگی ماهانه است که به افراد 65 ساله یا بالاتر پرداخت میشه. برای واجد شرایط بودن باید حداقل 10 سال پس از 18 سالگی در کانادا زندگی کرده باشید. مزایای دوم به اسم GIS یا Guaranteed Income Supplement که به معنای مکمل درآمد تضمینی، این یک مزایایی هست که دریافت میکنید برای کسانی که درآمد پایینی دارن به علاوه Old Age Security. این برنامه مزایای ماهانه غیر قابل مالیات که شامل مالیات نمیشه برای افرادی ارائه میدن که مخصوص کسانی است که در کانادا زندگی میکنن که معمولا همه میتونن دریافت کنن، هر کسی که اقامت کانادا داره. و برنامه CPP که مزایای سوم برای بازنشستگان، برنامه حقوق بازنشستگی کانادا هست که در لول فدرالی به شما داده میشه. این برنامه برای شهروندان یا مقیمان دائمی بازنشسته کانادا هست که در کانادا کار کردن و به صورت اجباری به این برنامه از طریق سیستم مالی کمک کردن. یعنی وقتی شما که کار میکنید و حقوقتون رو دریافت میکنید، یه مقدار حقوقتون میره برای CPP یا کانادا پنشن پلان و این مزایا رو میتونید از سن 60 سالگی درخواست بدید و مبلغ حقوق ماهانه آن به میزان مشارکت شما در این برنامه بستگی داره در طول سالهایی که در کانادا زندگی کردید. و برنامه آخر برنامه گینز هست، برنامه مکمل درآمد تضمینی آنتاریو که به علاوه GIS و OAS که راجبش حرف زدیم، این برنامه هم غیر قابل مالیات هست و برای سالمندان کم درآمد آنتاریو فراهم میشه. اگر فکر کنید درآمد کلی شما زیر سطح تضمین شده استانتون می باشد، هر استانی که زندگی میکنید، ممکن است به طور خودکار در این برنامه بین 83 تا 250 دلار در ماه دریافت کنید که زیر برنامه گینز به علاوه OAS Old Age Security و Guaranteed Income Supplement GIS به صورت خودکار به شما پرداخت میشه. و برای اطلاعات بیشتر و اگر خواستید میتونید با ما تماس بگیرید و ما میتونیم به شما برای اقدام کردن برای هر کدام از این برنامه ها از ما کمک بخواهید. مرسی، ممنون، روز خوش.